الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر از ما سوال کردن در مسئله مس کشیدن به بالای تور پایپاق، یا که ما میگیم به زبان روسی نسکی. آیا مس کشیدن به بالای نسکی پایپاق تور آیا جایز است؟ بارک الله فیکم. البته در مسئله جایز بودن مس کشیدن در بالای مسی حدیث های گوناگونی که در سندش کمی علت وجود دارد وارد شده است و البته ما در مصطلح الحدیث قاعده داریم که حدیث های ضعیفی که تخفیف ضعیفی خفیف باشد، ضعیفی سخت نباشد و ضعیفی از سبکتراش باشد و با چندین راه این حدیث روایت شده باشد، از انسانهای گوناگون روایت شده باشد، از صحابگان گوناگون روایت شده باشد، حکم این حدیث حسن لغیره می شود. حدیث در مسئله مس کشیدن در مسند امام احمد و ابو داود در صحیح ابو داود آمده است، از صحابان است که میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک سریه را فرستاد. سریه یعنی یک گروه صحابگانی که برای جهاد می رفتند، اما پیامبر در این حالت اشتراک نمی کردند، این را سریه میگند. اما وقتی که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم به غزوه و جهاد اشتراک کنند، این را می گفتند غزوه. صحابگانی که به این سریه از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده شده بودند، فاصابهم البرد، به اونها خنکی تأثیر کرد، به اونها خنکی رسید، اونها خنک خوردند. فلما قدموا على النبي صلی الله علیه و سلم شکوا الیه، و زمانی که بازگشتند به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به رسول الله از این خنکی شکایت کردند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اونها امر کرد که ایمسحوا علی العصائب والتساخین، یعنی در همین نمود حالتهای خنکی شما می توانید که به تساخین مسح بکشید، یعنی در حالت وضو گرفتن می توانید که هر آن چیزی که شما را به خاطر گرم کردن پوشیده شده است در جای شستن می توانید که مسح کشید. از این حدیث از کلمه تساخین دلیل می گیریم، چلی که ابن القیم جوزی و دیگر از علما اینچنین ذکر کردند، میگن که تساخین اصلش این است که تمام چیزهایی که به قدم پوشیده می شود، خواه از مسی باشد یا که از تور باشد یا از پایپاق باشد، برای گرم کردن در این حالت شما چی میکنید؟ مس میکشید. البته این حدیث اول برای جایز بودن مس کشیدن به تور، و این چنین حدیث دوم از مغیر ابن شعب رضی الله عنه قال توضا النبی صلی الله علیه و سلم ومسح علی الجوربین و نعلین. مغیر ابن شعب رضی الله عنه میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وضو گرفتند و بر پایشون، یعنی که جوربشون، به هر دوی جوربشون، تورشون، پایپاقشون، نسکشون مس کشیدند. این حدیث را امام احمد و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه در 4 سنن ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه از کتب ششگانه از 4 تاش آمده است، در 4 تاش آمده است، و این چنین در مسند احمد ابن حنبل روایت است. که البته ابو عیسی الترمذی صاحب کتاب ترمذی میگن که این حدیث حسن الصحیح است، یعنی این حدیث اصلا ضعف دارد، اما به سبب اینکه شواهد زیاد دارد با طرقهای با مختلف روایت شده است، این رو میگن حسن لغیره. و این سخنی نه فقط امام ترمذی است، سخنی دیگر از علما نیز
نسبت این حدیث همین حکم است. بمانند سفیان ثوری، ابن مبارک یا که شافعی، احمد، اسحاق ابن راهوی، همه اینها میگن که این حدیث حسن لغیری است. البته بعد از این میگن که با پایپاق جورب یعنی مس کشیدن جایز است. و البته این از نظر حدیث بود، از نظر حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این ثابت شده است. و اینکه از ابی موسی اشعری حدیث سوم روایت شده است که میگن در الحرائین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وضو گرفتن و مسح علی الجوربین و النعلین و بر تورشون و پای افضلشون مس کشیدن، که این روایت رو ابن ماجه میکنن. مقصد چیست؟ البته این حدیث ها خیلی که گفتیم ضعف خفیف دارد، یعنی علت خفیف دارد، لیکن این حدیث ها وقتی که با طرق های مختلف می آید جمع کرده می شود حدیث حسن لغیر است. این معروف است در علم مصطلح الحدیث، حجت می شود. پس این بود حدیث هایی که در باب مس کشیدن به طور آمده است. بعد از این باید نظر کنیم به قول صحابگان و فعل صحابگان رضی الله عنهم، برای اینکه ما قرآن و سنت را به فهم سلف امت میگیریم. سلف امت کی؟ صحابگان، تابعین رضی الله عنهم اجمعین. امام احمد رحمه الله میگویند که 9 نفر از صحابگان رسول اکرم رضی الله عنهم بر جوربشون، پایپاقهایشان مسح میکشیدند. و البته ابن منذر رحمه الله نیز این عدد را در کتاب اوسط خود ذکر کردند. کتاب اوسط یکی از بزرگترین کتابی که در این مسائل فقهی نوشته شده است. ابن منذر رحمه الله میگن که زیاده از 8 نفر از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مس کشیدن به جورب قائل بودند و مس می کشیدند. و امام ابو داود صاحب کتاب سنن ابو داود این عدد صحابگان را به 13 نفر می رسانند. میگن که 13 نفر از صحابه مس می کشیدند. اگر خواهید که باز در این مسئله سخنهای علما را که ما به شما ذکر کردیم نظر بکنید، به کتاب تهذیب السنن مجله 1 صفحه 187 صاحبش که لابن قدام رحمه الله، لابن القیم الجوزی هست، نظر بکنید. کتاب ابن القیم الجوزی رحمه الله می باشد، تهذیب السنن. بارک الله فیکم. پس این بود از صحابگان. بعد از حدیث ها آمدن که با مجموع طرقش این حدیث ها را میگوییم حسن لغیره. بعد از این ابن منذر، احمد ابن حنبل رحمه الله، و بعد از این امام ابو داود صاحب سنن ابو داود 13 نفر صحابه ها را ذکر میکنند که مس میکشیدند. بیاید نظر بکنیم به 4 مذهب. 4 مذهب: ابو حنیفه، نعمان ابن ثابت، محمد ابن ادریس الشافعی، مالک ابن انس و احمد ابن حنبل رحمهم الله، همه اشان قائل به این بودند که مسح کشیدن بر جورب جایز است. همه اشان میدونستند که مسح کشیدن به جورب جایز است. همه اشان به این قائل بودند، یعنی این سخن رو میگفتند، فتوا میدادند. اولا اتفاق میکردند بین علما، بین صحابگان، بین تابعین و بین این 4 امام هیچ اختلاف نبود که بر جورب به پایپاق غفص مس کشیدن جایز است. هیچ اختلاف نبود بین امت اسلام، هیچ اختلاف نبود که به پایپاق غفص مس کشیدن جایز است. برای آنکه حتی مسئله خف، بعضی از علما میگفتند خف یعنی مسی شرطش این نیست که فقط از چرم باشد. حتی میگفتند که اگر پایپاق غفص باشد از صوف، از موی حیوان یا که بافته شده باشد، از ریشته باشد، هم غفص باشد، انمی خوف است میگفتند. چخیلی که این روایت از ابی موسی اشعری ذکر شده است. بارک الله فیکم. پس همه صحابگان و تابعین و 4 مذهب اتفاق میکردند که
بعد از مسی به پایپاق‌هایی که غفص باشد، یعنی جلد اختلافی نبود و این چنین پایپاق‌هایی که غفص است هیچ اختلافی در بین اونها نبود که به این مس کشیدن جایز است. اما اختلاف در مسئله توری باریک است، یعنی امروزه نسکی هایی که در بازار است باریک برای زیبایی یا برای پای افزار می پوشید. البته این هم جایز است و این به عمومی همین قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. اگر به خاطر گرمی کردن پوشید به حدیث ثوبان دلالت میکرد، اگر جوره پوشیده هم تو پوشید به دیگر حدیث مغیره و دیگرها دلالت میکرد. البته این آسانی به امت اسلام است و این جایز است. وقتی که یک چیز رو ما جایز میگوییم البته این دلالت از رحمت الله و آسان بودن دین است که این از صحابگان اولا حدیث ذکر کردیم، بعد از این صحابگان و بعد از این 4 امام مذهب و البته با سند صحیح از ابو حنیفه رحمه الله روایت شده است که میگویند روز ابو حنیفه در حالت مریضی بود که با همین مریضی وفات کردند. یعنی یک مریضی داشتند که یکی از علما برای زیارت امام ابو حنیفه می روند. ابو حنیفه وضو می گیرند و به پایشان به جوربشان به همون نسکی و تورشان مسح می کشند و می گویند که من یک عملی را کردم که در دوام زندگیم مسح نکشیده بودم. بارک الله فیکم. و این چنین امام شافعی، احمد، اسحاق ابن راهوی و امام مالک رحمه الله همشون این مسئله رو یعنی مسح کشیدن بر بالای مسی رو جایز می دانند. پس این بود مسئله مسح کشیدن در بالای مسی. مختصری سخن همین بود. پس برادران عزیز و خواهران بزرگوار، بارک الله فیکم، به گفته علمای مجتهدین بعد از امامان 4گانه اگر نظر کنیم به علمای مجتهدین این چنین همه اونها مسح کشیدن را جایز می دانند. به مانند ابن القیم الجوزی رحمه الله یا که ابن تیمیه رحمه الله یا به مانند احمد شاکر محدث، البته معاصر است متأخر است یعنی علمای عصر گذشته، لیکن علمای محدث و این چنین اگر به علمای عصر گذشته نظر بکنیم یا که عصر یا معاصر به مانند ابن عثیمین، ابن باز و علمای حوزره بارک الله فیکم همشون جایز میدونند. چطوری که ما به شما ذکر کردیم حدیث فعل صحابگان، امامان 4 مذهب و سفیان الثوری، اسحاق راهوی، عبدالله ابن مبارک یعنی علمای بزرگ و بعد از این علمای محققین ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی و بعد از این علمای متأخرین همه اینها جایز میدونند. بارک الله فیکم. اما در مسئله این که بعضی ها میگن که پایپاقی که ما باید مسح میکشیم باید غفص باشد، اگر غفص نباشد مسح کشیدن جایز نیست، این سخن غلط است. چرا که در یگان حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نآمده است، این شرط نآمده است. یگان مراتب رسول الله نگفتند که پایپاقتون اگر غفص باشد مسح کشید، اما اگر غفص نباشد مسح کشیدن جایز نیست. یا که با پایتون خوف وقتی که میپوشید خوف یعنی مسی باید از جلد باشد، اگر از جلد نباشد از چرم نباشد مسح کشیدن جایز نیست. این چنین حدیث وجود ندارد، این چنین شرطی وجود ندارد. پس شرطی که در قرآن و سنت نآمده است این شرط رو از پیش خودمون گذاشتن باطل است. این چنین شرط گذاشتن جایز نیست. چخیلی که در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت میکنند، حدیث متفق علیه است، از عایشه رضی الله عنها مادرمان است که میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اما بعد فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وان كان 100 شرط. به مردم چی شد که میگن پروا ندارند؟ قوم ها می آیند شرط های را از پیش خودشان میگذارند که این شرط ها در کتاب الله وجود ندارد.
یعنی شرط های را در مسائل دینی میگذارند، شرط و شروط های را که این شرط و شروط نه در قرآن و نه در سنت وجود ندارد. پس میگن هر شرطی که در کتاب الله وجود ندارد، ذکر نشده است، این شرط باطل است، گرچنده که 100 شرط باشد. پس در مسئله مسی و طور هم شرط غفص بودن، شرط دوم که ندریده باشد، شرط سوم که فقط از جلد باشد، همه این شرط های باطل است. گرچنده که بعضی از علما گفتند، البته به اجتهاد خود گفتند، ما قاعده داریم تمام قول گرفته می شود و رد کرده می شود مگرم قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله. این مذهب اهل سنت و جماعت است. کسی که میگه که مسی باید از جلد باشد، فقط به مسی مس کشیده می شود، این سخنش غلط است. اگر این سخن رو گفته باشد باید دلیل بیارد. پیامبر مطلقاً گفتن خف مسی می شود که از جلد و غیر جلد باشد. و حدیثایی که ما آوردیم گرچنده که علت هم داشته باشد، ما گفتیم با مجموع طرقش حسن لغیری می شود. خیلی که علمای بزرگ این سخن رو گفتند. یا شرط غفص گذاشتن در پایپاق، یا شرط سوم که ندریده باشد، اگر کمی درد 3 انگشت، مثلا مذهب ابن حنیفه و غیر این میگن که اگر 3 انگشت زیادتر دریده باشد مس کشیدن جایز است، باطل است. این سخنهای باطل است، سخنهای غلط است و سخنهای خطا است. این چنین شرطهای در قرآن و سنت ذکر نشده است. بارک الله فیکم. پس این در این مسئله خوف بود. امام احمد، شیخ احمد شاکر میگن که شرط گذاشتن به این که مسی باید یا توری که شما میبشد غفص باشد، میگن به این سخن هیچ دلیلی نیست، اصل این سخن ندارد. بارک الله فیکم. پس هر چیزی که پای انسان را میپوشاند، خواه از نسکی باشد، پایپاق باشد، مسی باشد، پای افضل باشد، تا عاشق پا را محکم کند، اگر دریده باشد هم، تنوک باشد هم، که به زبان عربی تنوکش را شراب میگن، شراب، تنوک باشد هم مس کشیدن بر بالش جایز است. والله اعلم. و این چنین ابن حزم رحمه الله این سخن را گفتند. ابن حزم رحمه الله میگن که والمسح على كل ما لبس في الرجلين، مس کشیدن به همه آن چیزی که به پا پوشیده می شود، از آن چیزهایی که پوشیدنش حلال است، از حرام نیست. یعنی به پایتون چیزی حرام پوشیده نشده باشد، از حلال باشد. شرط دومش این که تا عاشق پای شما محکم باشد. و میگن مس کشیدنش جایز است و سنت است، سواء كان خفين من جلود او لبود او عود او حلفاء او جوربين من كتان او صوف او قطن او بر او شعر او وبر او شعر. یعنی میگن فرقی ندارد که این مسی باشد، مسی که از جلد باشد، مسی که بافته شده از دیگر چیز باشد، مسی که از رشته باشد، یا که پایپاق باشد، پایپاق بافته شده باشد، پایپاق از مو و صوف باشد، پایپاق از پخته باشد. از همه این نمودی پای افضل ها پوشیدن و بولش مس کشیدن جایز است. فرقی ندارد که جلد باشد یا نباشد. بارک الله فیکم. این سخن ابن حزم در کتاب محلا، کتاب معروف ابن حزم، کتاب محلا مجله دوم صفحه 81 ذکر شده است. پس برادران، این قول علمای اسلام است. اگر یک کسی بیاید بگوید که حدیث هایی که از ثوبان و از مغیره و ابی موسی اشعری که آورده ضعیف است و من حسن لغیره، این حدیث ها را حسن لغیره گفته نمیتوانم، اصلا این مسئله رو مصطلح الحدیث رو من قبول ندارم از سبب نفهمیدنش. اگر این سخن رو بگوید، ما میگوییم که بارک الله فیکم، مصدری اهل سنت، مصدری تلقی شریعت اهل سنت و الجماعت از 4 چیز است: قرآن، سنت و بعد از این اجماع و قیاس.
اگر این حدیث ها رو ضعیف کنیم هم به قیاس کردن مسح کشیدن بر بالای نسکی تور باریک است یا غفص است، بافته شده است یا از پخته است یا از مو است، فرقی ندارد، مسح کشیدنش جایز می گردد. پس بارک الله فیکم. قول راجح و قول صحیح این است که مسح کشیدن بر بالای نسکی پایپاق فرقی نیست که از چیزی پیدا شده باشد، فقط حرام نباشد، یعنی از حریر از ابریشم نباشد، از جلدی چیزی حرام به مانند سگ و خوک نباشد، برای اینکه تمام علما اتفاق میکنند که خوک و سگ، قول راجح قول درست این است که با دباغت هم پاک نمی شود، از پوست خوک یا سگ نباشد. غصب کرده شده نباشد، البته غصب کرده شده باشد هم مسش لیکن گناهگار می شود. عموما به پایش چیز پوشیده باشد که حلال باشد، پوشیدنش ممکن باشد، خواه تنوک باشد، خواه از جلد باشد، خواه از صوف باشد، خواه از رشته و بافته شده باشد، خواه از پخته باشد، در همه حالت مسح کشیدن و بالایش جایز است. بارک الله فیکم. و اما کسی که میگوید که همه این سخنهای درست نیست، فقط به مسیح مسح کشیده میشد، البته این خطا کرده است و باید سخنهای علما را نظر بکند. البته ما سخن شیخ الاسلام را، لفظ شیخ الاسلام را به شما ذکر نکردیم. شیخ الاسلام لفظاً میگن که مسح کشیدن به جورب جایز است، یعنی مسح کشیدن به جورب که تنوک باشد یا غفص باشد، البته به یک شرطی میگن که به اون کمی راه گشته شود یا به خاطر گرمی پوشیده شده باشد، جایز است. بارک الله فیکم. این قول صحیح بود که عموما جایز است. قول صحیح عموما در همه حالت جایز است. اگر 5 یا 6 شرطی مسح کشیدن رو که ما گفتیم تا کعب نکند، از حلال باشد و غیر این، بعد شرط های دیگر رو به جا بیارد. بارک الله فیکم.